خبر کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. سخنگوی امارت اسلامی می گوید از آدرس ملل متحد بعضی نهادها و حکومت‌های غربی در برابر امارت اسلامی افغانستان پروپاگاند وسیع برای انداخته شده است. مولوی ذبیح الله مجاهد می افزاید گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت افغانستان جز همان پروپاگاند می باشد که با حقایق تطابق ندارد. به گفته آقای مجاهد در افغانستان قوانین اسلامی نافذ است، اعتراضها علیه آن مشکل با اسلام است. محکمه می گوید در ولایت لغمان بالای یک قاتل به نام اجمل بعد از 3 محاکم ابتدایه، مرافعه و تمیز حکم الهی یعنی قصاص تطبیق شد. وزارت دفاع ملی می گوید در مرکز تعلیمی شورا به قلوردوی 215 عزم برای 1000 تن مجاهد روند آموزش و دروس نظامی آغاز شد. تابوت فروشان می گویند با حاکمیت امارت اسلامی بازار فروش آنها کاهش یافته است. برای اولین بار شبکه مخابراتی سلام در پامیر بدخشان به فعالیت آغاز کرد. باشندگان پامیر فعالیت این شبکه مخابراتی را یک گام مثبت جهت تغییر در وضعیت زندگیشان می‌دانند. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید خلیفه سراج الدین حقانی در جریان سفر خود به ولایت‌های شمالی که به هدایت عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله انجام شده بود، وضعیت ولایت‌های شمالی کشور را ارزیابی و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی کرده است. شیخ الحدیث دکتر مولوی نور محمد ثاقب سرپرست ارشاد حج و اوقاف به نمایندگی از افغانستان در نشست وزیران حج و اوقاف کشورهای اسلامی به دعوت رسمی کشور عربستان سعودی شرکت نمود.